خوش اومدید به قسمت دیگری از خلاف عرف. اینجا همه چی خلاف عرفه. خلاف عرف. توی این قسمت اومدم سراغ یه دیجی مرد از اولین دیجی های ایران که اصلا از اروپا شروع کرده، بعد راه رو توی ایران برای دیجی های دیگه باز کرد، آندرگراوند پلی میکرد، یه نپو بیبیه و از یه خانواده معروف میاد. علی سلام. شاید خیلیاتون علی رو بشناسید. علی پسر آقای علیرضا داوود نژاده، کارگردان معروف، و همینطور برادرشون آقای رضا داوود نژاد مرحوم. قربونت. سلام میکنم اولا به همه بیننده ها. مرسی منو تو این برنامه دعوت کردی. بیننده هاتون خانواده‌ام و دوستام. میدونم دلتون برام تنگ شده ولی دیگه کاریه که شده دیگه، مجبورم سر کار باشم همش دیگه. بچه‌ها علی اصلا مصاحبه نمیکنه، اصلا حال این کارا نیست، انقدر خاکیه و تو کار خودشه و تو حال خودشه. به خاطر من دلی اومد توی این مصاحبه و گفتش که میام در مورد موسیقی الکترونیک صحبت میکنم و چون یک خلاف عرفیه اومده براتون از چالش هاش بگه. علی از کجا شروع کردی؟ بگو که چند ساله داری دیجی میکنی؟ از همون اول بگو. باش. اول من رو به شما بگم یا رو به دوربین باید بگم؟ الان اینا رو به دوربین بگو. آره، من اصل خلاف عرفم، اصلا خود خلاف عرف منم. یعنی من اومدم، حالا بذار از اول توضیح بدم. اصلا این مصاحبه خیلی کوله. یه مصاحبه خیلی کول و دوستانه است و بعد می‌بینید علی چقدر کوله. حالا ما باید آخرش چک کنیم، اگه خوب بود میذاریمش، خوب نبود نمیذاریمش. یعنی نه اصلا اینطوری نیست، قراره بذاریمش آره. هر چیزی که علی میگه با نمک و جالب و جذابه و تکنیکال. من عاشق موسیقی و پلی کردنشم، خودم تا حالا بارها باش پارتی کردم. الان هم ساکن دبی، اینجا مدیر یک کلاب خیلی خفنه و کلی هم دستاوردات خودت بگو. آره، حالا خدا رو شکر من 100% حمایت خانواده رو داشتم. یعنی از پدرم، مخصوصا برادرم، مادرم، خواهرم 100% حمایتم میکردن برای هر مسیری که میرفتم. یعنی وقتی که من تصمیم گرفتم سال 2010-11 بود برم ایتالیا، رضا اولین نفری 100% برو، ایول برو، خیلی خوبه فلان. آره دمش گرم. بعد بابام ساپورتم کرد کلی، گفتش که کار درستیه. ولی من خب به هر حال همه خانواده اهل سینما بودن. آره. قطعا میخواستن تو هم تو سینما باشی و میدونم سینما هم خوندی، درسته؟ من اصلا رفتم ایتالیا که سینما بخونم و رفتم سینما خوندم، فوق لیسانس دکترا رفتم خوندم، تمومش کردم. یعنی و دلیلی هم که داشت، خود شماها مردمین انقدر که گفتین رضا صدقه سری خانوادهش اومده تو سینما، خواهرش صدقه سری خانوادهش اومده تو سینما، اینا من گفتم پس من میرم درسشو میخونم. رفتم دکتراشو تو بررا گرفتم. بعد یه چیزی داریم به اسم ترنتا لوده، یعنی اینکه مثلا 20 مثبت. آره، یعنی مثلا یه همچین چیزی با اون نمره مدارکش هم موجود. آره من با اون نمره فارغ التحصیل شدم. ولی خب به هر حال من تو اون زمانی که اونجا بودم خیلی اتفاقای عجیب غریبی داشت میافتاد. قیمت یورو داشت میرفت بالا. و خب به هر حال بود گفتی؟ من 2011 آره 11 رفتم ایتالیا و یه احساسی هم داشتم که من الان هی به بابام بگم بابا برام یورو بفرست که من بتونم زندگی کنم. اصلا میگه میشه، خیلی زشته. یعنی یه احساس بدیه. خب این برمیگشت به بک‌گراند من که من چی بلد بودم. خب من دیجینگو یاد گرفته بودم دیگه. گفتم که خب راهم اینه که برم از کاری که بلدم. دیجینگو کجا یاد گرفتی؟ من تو ایران آره من 10 سالم بود با این نرم افزارا و خیلی چیزای خیلی عجیب غریبه. حالا کی بهم یاد داد اینو؟ واسه کی به معرفی کرد؟ علی صادقی. یادی هم کنیم از علی صادقی. علی صادقی عزیز. علی صادقی اومد به من گفت میکنه الان. آره علی صادقی هم دیجیه و خیلی حالا من متاسفانه نتونستم ببینم پرفورمنسشو تو کلابای خارج. من دیدم کارش هم شنیدم خیلی خوبه. ولی چیزی که من راجع به علی صادقی که یادمه اینه که خیلی به کوالیتی موزیک
و خیلی به ررمودن ترکا اون زمان اهمیت میداد. حالا من الان نمیدونم دقیقاً چه ژانری پلی میکنه، ولی اون موقع مدلی بودش که این آیا ویو مثلا، این آیا فلان، خیلی باید کوالیتی بالا بود. حالا بگذاریم. علی به من یاد داد. آره علی به من یاد داد. بعد یکی از دوستام دستگاه خرید، ما رفتیم همینجوری تو دوره همیا پلی میکردیم با هم دیگه، تا همینجوری دیگه یه منبع درآمدی شد. 15 سالگی من نمیدونم 500,000 تومان میگرفتم، یه عددهای عجیب غریبی میگرفتم و پلی میکردم و بعد دیگه فیلم مرهمو بازی کردم، رفتم ایتالیا. آره 17-18 نه ببخشید 21 سالم بود فکر کنم. آره رفتم ایتالیا و اونجام یورو گرون چیکار بکنیم. گفتم که خب من میرم پلی میکنم. یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد اینجا. من 2 هفته که ایتالیا بودم، بعد 2 هفته رفتن تو این بارا و کلابا و اینا که چیکار بکنم، با یه گروهی آشنا شدم که اسم ارگانیزیشنشون اکتونگ بود با آلمانی. اکتونگ. آره. بعد اینا به من گفتن که آره بیا توی تیممون و اینا. من تو تیم اونا رفتم، شروع کردم 50 یورو 100 یورو 50 یورو هی ایونت میگرفتن. منم دیجیشون بودم. بعد انقدر اینا آدمای خفنی بودن و من بعد از مثلا 7-8 سال فهمیدم که اینا چقدر خفن بودن. منو یهو گذاشتن بغل دست، منو کردن رزیدنت دیجی بهترین کلاب میلان، اسم دود کلاب بود اون موقع که من رزیدنت دیجی شدم. بعد از صدقه سری اونجا با جف میلز پلی کردم، با سولومون پلی کردم، با 10 تا هر آرتیستی می اومد من میشدم وارم اپ دیجی. علی اصلا اهل این نیست که عکس بگیره، نمیدونم نگه داره فلان کنه یا چیز برای خودش رزومه بذاره. من اصلا اینستاگرام نداشتم. آره ولی اگر من برای چیزی پیدا کردم از کاراش ریشه‌ای میکشم میذارم تو این تصویر برای شما که ببینید چه بک‌گراند عمیقی داره و چه رزومه بزرگی داره. آره اون زمان من اینستاگرامو یه دونه اینستاگرام داشتم با این فیلترهای سیبیل واسه خودم. یعنی ببین اصلا هیچ کاری نمی‌کنی. آره اینستاگرام هم اصلا نمیدونستم سوشال مدیا نیست. نه اصلا علی بچه معروفیه که اهل سوشال مدیا نیست. حالا تازگی‌ها شو آفم نمیکنه. حالا تازگی‌ها این آقا امیر داره واسه ما این کارا رو میکنه که ما یه خورده اینستاگراممون ران بشه که یه خورده خودمون رو نشون بدیم. آره و این فرصتی شد. به هر حال من در اصل اینجا اومدم که واقعیت اینه. حالا الان خیلی راجع به خودم صحبت کردم و اصلا خوشم نمیاد. خیلی بگی. من واقعا اومدم که راجع به اصل این بیزینس، یعنی این فرصت رو غنیمت بشمارم برای اینکه راجع به بیزینس دیجیینگ با مردم صحبت بکنم، با کسایی که قدرت دستشونه میتونن شاید یه تغییری ایجاد بکنن. آره. با اونا میخوام بیشتر صحبت بکنم و بگم در اصل داستان از چه قراره. خب به هر حال هممون توی تیمیم، یعنی من ایرانی با همین رئیس جمهورمون که ایرانیه، با رهبرمون، با آقای ایکس و ایگره، هممون توی تیمیم. به هر حال ما باید این تیم رو ببریم بالا دیگه. یعنی هممون دنبال اینیم. منم اومدم اینو صحبت بکنم که راه حلا رو بگم. الان یه کلاب رو با ما دادن، منیجرش شدم من، داره $1,000,000 پول در میاره. حالا من نمیگم چرا این نباید تو ایران باشه. حالا میگم به هر حال ما یه سری قانونا داریم که میگن که آقا ما نمیتونیم مثلا کلاب بذاریم عرق بفروشیم توش. اصلا نمیشه. ببین یه چیزی هم بهتون بگم، علی صبرم یعنی اینکه هیچ گونه دراگی نمیزنه. من دیدمش توی پارتیا، اصلا هیچ چیزی و اتفاقا خودش هم خیلی اهل سالم خوری و زندگی سالم و لایف استایل خوب و درسته. 100% باید اینطوری باشه. و اصلا نه مشکلی با دولت و حکومت و این داستانا داره و اصلا براش میخواد موسیقیش رو هم ایرانیزه کنه هم جهانی کنه. میخواد بفهمونه به جامعه ایران که این خلاف عرف نیست. اگر هم خلاف عرفه ما باید عادی سازیش کنیم. 100% اصلا کار درست، منیجمنت، مدیریت درست. من یعنی با هنر دیجیینگ و پرفورمنس، هم من بچگیم پرفورمر بودم. مایکل جکسون میذاشتم میرقصیدم، همه رو جمع میکردم ببین برقصم براتون. این مثلا 8 سالم بود. خب پشتم میکردم به دوربین، به تلویزیون، عین خود مایکل جکسون میرقصم. عاشق پرفورمنس بودم. حالا گذشت اومدم دیجیینگ کردم و من از 21 سالگی تا
همین الان به غیر از راه دیجینگ هیچ پولی در نیاوردم. یعنی من 3 سال رفتم ایران، هیچ پولی نتونستم در بیارم. خب اومدم دبی 2 هفته نشده، واقعا من روز تولدم قراردادمو بستم، 15 روز قبلش هم رسیده بودم دبی، قراردادمو بستم چون رزوممو یارو دید گفتش بابا این خیلی خفن و اینا، بیا مثلا این کارو بکنیم اون کارو بکنیم. منو کردن مدیری کلابی که حالا خیلی هم کلابه، حالا اونم داستانش زیاده مفصلیم. آره مدیری کلابی کردم. الان من فهمیدم دیجینگ فقط به عنوان دیجی تو رو نمیشناسن، این یه بیزینسه. یعنی هر دیجی یک بیزینسه. به نظر من باید هر دیجی یک مارکتینگ منیجر داشته باشه، یه کاراکتر دیگه، یه کاراکتر قشنگ، بیزینس خیلی قویه. تو میتونی یه تیم 15 نفر رو بهشون نون بدی رسما. ولی تو خودت خیلی خیلی پرفورمر خوبی هستی. من وقتی میبینم که پلی میکنی میبینم که اون پشت خودت داری میرقصی با موزیک، داری حال میدی و اون حسه رو منتقل میکنی. یعنی تو تنها فقط یه دیجی نیستی، یه بازیگرم هستی. همزمان با همدیگه این هنر رو داری یه تلفیقی میکنی و برای خودت یه کاراکتری ساختی که واقعا یونیکه. مرسی، مرسی. ببین بابام به من همیشه میگفتش که و من اینو یاد گرفتم، میگفت زمانی تو میتونی یک اجرای خیلی خوب داشته باشی که نفست به نفس مخاطب وصل باشه. یعنی اون لحظه ایه که چون وقتی اجرا میکنی خودت میفهمی دیگه الان داری خوب میری بد میری. اگه دیسکانکت باشی، ندونی اون مخاطب چه حالی داره، نفهمیش و کانکت نباشین با هم دیگه، فایده نداره. علی یادمون رفت اینا رو بگیم. علی داوود نژاد، علی دیو اسم تخلصش هستش. خیلی هم قشنگه. آره اینو گذاشتم. اونم این اسمم به خاطر این گذاشتم که اون موقع قبلا هی میگفتم علی داوود نژاد. یه چند تا فیدبک بعد داشتم که به خاطر فامیلیش میخواد فلان کنم. من گفتم آقا من نمیدونم باید چیکار کنم دیگه. یعنی من باید دیگه چیکار کنم که خودم رو معرفی کنم، یعنی انقدر منو وصل به خانواده‌ام نکنن. من واقعا نمیدونم. واقعا تو خیلی مستقلی. من تمام ارتباطاتم اولا یه سلامی بکنم به نوید محمدزاده همینجا. من ارتباطم با نوید محمدزاده یه سورپرایز بود برای رضا که تو چجوری با نوید در ارتباطی. من خیلی از بازیگرا، خیلی از هنرمندای ایرانی که الان همشون ماشاءالله هزار ماشاءالله چقدر خفنن و آرتیستن، ارتباط خود شخصیم بوده. یعنی اصلا نمیدونستن که من کیم. نمیدونستن. فامیلیمو نوید نمیدونست چیه که کجا میای. من اصلا نمیدونم، فقط علی. همین علی. بعدش که من مثلا باش حرف زدم پول و خوبی که اصلا نمیشه با رفیق نبود. من که چند سال با رفیقم دیگه اینو میدونم. آره من ارتباطم با مثلا آرتیستام اصولا گرم و خوبه و حمایتشونو دارم، به دور از این ماجرای بک‌گراند خانوادگی. بک‌گراند خانوادگی من 100% افتخار منه، 100% هویت منه. من اصلا اونو ایگنور نمی کنم و فقط اگر من دارم اینو اصرار میکنم منظورم اینه که یعنی اگر من پسر آقای داوود نژاد هستم که من آقای داوود نژاد نمیتونم باشم که اون آقای داوود نژاد یه نابغه‌ایه برای خودش. شما برای خودت یک فرد دیگری هستی. من یه نابغه دیگری هستی. واقعا خیلی کاراکتر داری، خیلی دلنشینی و یه مقداری از اجراهات خارج از ایران بگو، از اون جاهایی که توی اروپا پلی کردی به جاهای خفن. من همونطوری که گفتم سال 2012 که رفتم توی میلان که درسمو بخونم، رفتم با آرتیستای خیلی معروفی مثل جف میل، سولومون وارماپشون بودم. بعد از طریق کانکشن هایی که داشتیم یه کلابیه که حالا بچه هایی که تکنو رو خوب میشناسن به اسم برکاین تونستیم بریم پلی بکنیم. حالا جالبه یه بار تو آلمان برلین. آره جالبه اولین باری که ما 3 روز توی برلین بودیم. من خاطره تعریف میکنم ایرادی نداره. خاطره تعریف هر یعنی خوبه من نمیدونم. نه مردم دارن حال میکنن. ما برکاین دعوت شدیم بریم پلی کنیم با این گروهمون. گفتیم ما یه شب بریم قبلش اونجا ببینیم که اون کلابه چه شکلیه. تو صف وایساده بودیم، شب قبل اجرامون بود.
تو صف وایساده بودم، اون یه بادیگاردی وای میسه دم در که سلکت میکنه. من مثلا وسط صف اون ته وایساده بودم، هی دیدم این بادیگارده داره میگه اینجوری میکنه. بعد من دیدم که داره منو میبینه، اونم دید که من دیدمش، ولی اصلا خودم نپردم. بعد هی اینجوری که گفتم این، گفت نه تو یعنی من اومدم بیرون، گفت تو برو بیرون. چرا؟ راه نمیدن. آره برلین اون برکاین مدلیه که خیلی لیمیته. من از وسط صف کردم مرکانی کردم دیگه، نذاشتی. بعد فردا شبش که داشتم میرفتم اونجا اجرا بکنم، همون بانسر بود، گفتم من همونیم که دیشب بیرونم کردی، الان دارم میرم پلی کنم. عالی بود. آره. عالی بود. به میگن قدرت. آره. کجا؟ بوداپست رو بگو. من خب با همین گروهمون همه این کشورها رو رفتم. بوداپست رفتیم، بعد برلین رو گفتم، میلان رو گفتم، ترکیه یه بار رفتم، یه بار خیلی از این بارهای مسخره رفتم پلی کردم. الان دبی اصل سال پیش خیلی فضا داشت برای تکنو، الان نداره. الان دبی واقعا خیلی بیشتر بسترش رو فراهم. آره ولی الان من یه چیزای دیگه هم یاد گرفتم. من خودم رو لیمیت نکردم به تکنو. من الان شدم مدیر یک کلاب. حالا البته شواف نباشه، مدیر اصلی این کلاب یه آقای دیگه است، ایشون زیر مجموعه داره، مثلا 3 تا مدیر داره که من مدیر هنریشم، میوزیک دایرکتورشم، یعنی آرت منیجر، میوزیک دایرکتور اند رزیدنت دیجیشم. من این سکشن انترتین و باجتینگ و میدونی تمام اینا دست منه و خب ایونت ها برگزار بکنم، تمو بدم. آره حالا الان من اومدم توی دبی بعد از اینکه از ایتالیا برگشتم ایران. چی شد اومدم دبی؟ تو این سالی که تو این 2 سالی که تقریبا ایران بودم هر کاری کردم نشد. واقعا هر کاری کردم به در بسته. واقعا نتونستم کاری. و خب تصمیم گرفتم. ولی علی اونجا هم اجراهای خیلی پلیر خیلی خفنی داشتی، همه میشناختنت. یه ذره از پارتیای تهران بگو. بهترین پارتیای عمرش آدم تو تهران میکنه. آره. یعنی دیجیای ایرانی عالی، یعنی عالی. دیجیای ایرانی بهترین موزیکا رو سلکت میکنن. واقعا توی ژانر تکنو ما قوی هستیم، به نظر من توی جهانی ما خیلی قوی هستیم. ماجرا بیزینسه، مدیریته، نه مدیریت مالی داریم نه مدیریت بیزینسی داریم. چند بار دستگاهتو جمع کردی فرار کردی تو تهران؟ من خدا رو شکر 1 بارم نشد. خدا رو شکر. من تا دم در اومد ولی اتفاق نیفتاد. آره خدا رو شکر. نه من اون استرسه با هم بود و اون یه هیجان اضافه‌ای به من میداد. آره. اصولا خب ولی خدا رو شکر من مشکلی برام پیش نیومد. دروغ چرا؟ منو گرفتن بردن زندان. نه بابا هیچی، نه خدا رو شکر برای من پیش نیومده. الانم میبینم که راه داره باز میشه. ولی موضوع اینه، راه داره باز میشه برای بدون مدیریت، بدون هدف، بدون برنامه‌ریزی این به کجا میخواد؟ این سرمایه میتونه $1,000,000 درآمد بشه به راحتی. یعنی به من که نمیدن بگن بیا $1,000,000 در بیا، من دارم به خودتون میگم روش کار بکنین، واقعا روی این ماجرا کار بکنین، اینو مدیریت بکنین. این تیم برنده است، واقعا تیم برنده است، شک نکنین توش. خیلی‌ها توی تهران تو رو میشناسن به عنوان یه دیجی و دوستت داشتن. وقتی اومدی دبی دیگه دسترسی بهت ندارن. آره دیگه. آره من خودم که 3 سال بود ندیده بودم. حالا خدا رو شکر اومدین یه هفته رو اینجا. آره. دمت گرم. ولی الان برمیگردی هی تهران پلی کنی؟ حالا من همین الان که مصاحبه‌مون تموم بشه میرم سر کار تا 6 صبح. 6 صبح باید لایف استایل دیجی. آره آخه دیجی فقط نیستم. من امشب من باید برم حسابا رو ببندم، باید ببینم این چجوریه اون چجوریه، کل شب و مدیریت بکنیم با اپریشن منیجرمون، بار منیجرمون. به هر حال 4 تا منیجریم که داریم یه شب رو با هم دیگه میچرخونیم و ما ماهی 12 تا 15 هزار نفر گست داریم، یعنی توتالمون. حالا اولا که این خیلی عدد بزرگیه واسه یه کلاب که 0 نبود، ماینس بود. یعنی نه اصلا من کلابتون اومدم دیدم که چقدر پرشور و پر هیجان. آره
باحاله. ولی 2 سال پیش که من اومدم توی این کلاب چه خبر بود به نظرت؟ میدونی تو بزرگش کردی. من نه به تنهایی، تیم ورک، این یه کار تیمیه، تنهایی هیچ وقت نمیتونی انجامش بدی. علاوه بر این که تو فرانت یه سری تیمو داری، بک اند هم داری، مارکتینگ داری، نمیدونم حساب کاست کنترل داری، همه اینا اون پشتن و یه لیدر باید باشه که اینو لید بکنه. تو تهران الان خلاف مستر امیل فضا خیلی بازتر شده برای دیجی های مرد که یه سری جاها مثلا توی رستورانا یا یه سری ایونت ها پلی کنن و اینها، ولی فکر می‌کنم فلکسیبل نیست، خیلی محدوده، بهشون اجازه نمیدن هر چی میخوام من اطلاع ندارم راجعش، واقعا نمیدونم الان وضعیتشون چیه. تو خودت سبکت چیه؟ ببین من میتونم بگم الکترونیکم، فقط میتونم بگم گرووی، یعنی من هیجانی هاوس باشه هیجانی میزنم، گرووی میزنم، من انرژی رو اینجا نگه میدارم. یعنی اگر برم تکنو هم بزنم همه سبکا رو میزنی؟ من نه که همه سبکا رو بزنم، مثلا سولومون هم سلکتوره، درسته، میاد ایندی دنس رو میزنه، شایدم یه دونه افرو هاوس خیلی سفت بزنه، نمیدونم تکنو هم بزنه، سایت ترنس هم توش بزنه، بی پی ام شو من حالا الان دارم مثالیه اینا همش، ولی یه سلکتی میکنه، ولی همش با هم دیگه یک بسته بندی شده، مردم صفا انرژی اینجا، میدونی این همون کاریه که منم میکنم. هاوس میزنم، میرم نیاز باشه ایندی دنس بزنم، ایندی دنس میزنم، یعنی یه کامبینیشن سعی میکنم اونیو بزنم که جماعت باهاش انرژیش میره بالا. تو هم خیلی دلبستگی داشتی به ایران، درسته؟ من خیلی. و الان که دوری چه حسی داری؟ ببین من مسئله اصلیم این بودش که من همیشه ایران رو دوست داشتم و همیشه هم همه رفیقام ایران. آره. ولی من از سال 2011 از ایران رفتم، شروع کردم، درآمدم از ایران نبوده، کارم تو ایران نبوده و خب فقط رفیقامن با خانوادم که تو ایرانم. یعنی اینطوری بوده و من خب اونو خیلی دلتنگشم، یعنی واقعا من دلتنگ رفیقامم، شمالو بزنیم کلوچه آره نه ولی آره دلتنگ رفیقامم، دلتنگ عشق حالمونم، خانواده‌ام، بابام، مامانم. خانواده الان چه حسی دارن در مورد اینکه تو یه دیجی موفقی؟ افتخار میکنم. 100%. قبل‌تر هم همین بود؟ اون زمانی که من داشتم تحصیل میکردم خیلی اونا رو در جریان دیجینگم نمیذاشتم، خیلی بابا رو جرئت نداشتم بگم، میگفتم درآمد خوبه دارم، زندگیم ردیف، پول نمیخوای مثلا. بابا من آخه نمیگم ما بی پولیم ولی پولدار هم نیستیم، یعنی ما خانواده مرفه بی درد جامعه هیچ وقت نبودیم و من احساس میکردم هیچ وقت نباید به بابام این فشار رو بیارم ولی بابام همیشه تمام تلاششو همیشه میکرد، همه ساپورت از طرف بابا خیلی فرهیخته است. آره انیشتن کارگردان. آره. تو به من بگو که به نظر تو دیجی خوب کیه؟ دیجی خوب به نظر من کسیه که موسیقی یا برای تو پلی کنه که شما ندونی که میخوای ولی وقتی میشنوی خیلی دوستش داشته باشی، بعد بیای به من بگی علی اون چی بود که گذاشتی، اون خیلی باحال بود، اون چیه، اونجوری من دوست دارم اونو میخوام، اون دیجیه. آفرین، واقعا همینه. آره. اصلا منتظرم که تو دوباره پلی کنی من بیام. فردا شب بچه‌ها پارتی دارن و آخرین روزی هستش که من دبی هستم و منتظرشم، لحظه شماری میکنم که عشق کنیم. کسایی که تازه دارن دیجی میشن توی ایران، پسر هستن، یه سری راهنمایی بهشون بده و در مورد فلکسیبیلیتی توی کاراکتر سازی اون دیجی بگو، اینکه اینطوری نباشن که نه فقط من اینو پلی میکنم، میدونم که خودت اینجوری که تو همه چی واردی، تو هر پلیلیستی رو تو میتونی بزنی. درسته. چی کار کنن؟ تو یه استادی با تجربه‌ای و الان تو جایگاهی هستی که خیلی خوبه، خیلی پیشینه داری که میتونی به یه سری از این بچه‌های جوانی که تازه دستگاه خریدن یه سری چیز یاد بدی. چی کار کنن؟ اولا یه کارکشن ریز من بگم، دیجی رو بیایم از این بعد همه بگیم، چون من دیجی های دختر دیدم
درجه 1. دیجی پسرم دیدم درجه 1. از اون طرفم دیجی دختر دیدم که اصلا خوب نیست. دیجی پسرم دیدم که اصلا خوب نیست. دختر پسر نداره. پس دیجی دختر پسر به نظر من اصلا نداره. یعنی این پوش کردن نداره. موضوع اینه، اولا تو ایران دیجی دختر کارش سخت‌تر، این واضحه. دیجی پسر کارش راحت‌تر. همونطوری که الان البته یه چند وقت پیش یه استوری دیدم که یه خانومی داره توی شمشک پلی میکنه، فکر میکنم یه همچین چیزی بود، مطمئن نیستم، ولی دیدم دیجی دختر توی پابلیک هم دارن پلی میکنن. آره خب این خب خیلی خفنه، خیلی خوبه. حالا راجع به دیجی ها من نکته هایی که باید بهشون بگم اینه، شما وقتی که میخواین موزیک سلکت بکنین فقط بغل دستتو نگاه نکن، مثلا یه پارتی رفتی اون چیزت منم برم همونو بزنم، اینو اولا نگاه نکن. موسیقی تو تا جایی دانلود بکن، شزمو فراموش کن. شزمو فراموش کن، برو بگرد، برو حسابی بگرد. هر چقدر بیشتر بگردی موسیقی بهتری پیدا میکنی. بعد نکته این نیستش که تو با گشتن زیاد موسیقی خوب گیر میاری که بری یه بار پلی کنی یکی شزم کنه بره. موضوع اینه که تو با گشتن زیاد و گوش دادن یه آیدنتیتی برای خودت میسازی. آفرین، کرکتر. یه کرکتر برای خودت میسازی. یعنی تو هی میبینی من اینو چقدر دوست دارم، من اینو چقدر دوست دارم. با همین این که من اینو دوست دارم یهو میبینی من این ژانر رو خیلی دوست دارم. این کرکترت میشه. حالا منم بازم طبق گفته تو، من پیشنهادم اینه که یاد بگیرین، اسکیلزتون رو ببرین بالا، همه چی رو پلی کنین، بی پی ام پایین پلی کنین، بی پی ام بالا پلی کنین، دیجی ها رو خوب ببینین. یه مصاحبه هم تو با رها داری؟ بله. که اون مصاحبه خیلی خوبیه، اونم برین حتما ببینین. اون مصاحبه به دردتون اینستاگرام علی رو هم براتون اینجا میذارم. علی هم بهتون کمک میکنه، میبینید که چقدر خاکیه، چقدر کوله، باحاله، بهتون کمک میکنه. اگه خواستید کنارش دیجیینگ یاد بگیرید، چه به صورت آنلاین، چه به صورت حضوری، چه توی دبی، چه توی ایران، میتونید باش در ارتباط باشید. اینستاگرامشو براتون میذارم. من عاشق هیجان و شور علی هستم توی این مصاحبه و کلا توی کارش. و اینکه داشتی پیشنهادهای خوب میدادی به جوانایی که پسرایی که اومدن دیجی بشن تو ایران دارن پلی میکنن، یا یه جایی چه میدونم رستورانی، ایونتی، چیزی دارن پلی میکنن. اون مدیریت رو بگو که باید چه اتفاقی به نظرت بیفته تو ایران در مورد موسیقی الکترونیک که همه با یه اصولی برن جلو، چون ما کلاب نداریم توی ایران. چجوری این رو تقویت کنیم، سبک سازی کنیم و هویت بدیم به دیجی هامون؟ درست. اولا صنف داریم به نظرت؟ صنف برای دیجی ها؟ نه. موسیقی تو موسیقی اصلا برای موسیقی در واقع کلاسیک اروپایی همون اجازه زیاد پلی نداریم، بیشتر موسیقی سنتی فقط طرفداری میشه اگه دقت کردی. خب ببین همین اینا رو من دارم میگم راجبش. ببین من دارم راجب یه رفرش کردن کل این سیستم، دارم راجب یه سری چیزا صحبت میکنم که شاید مثلا برای بعضیا واقعا عجیب غریب باشه، ولی خب به نظر من که دارم از لحاظ حرفه‌ای به این ماجرا نگاه میکنم میبینم که هر جایی که داریم میریم، یعنی من الان میام تو همین دبی میخوام یه دونه پرمیشن بهش میگم، اجازه برای یه آرتیستی که بیاد پلی بکنه، یه پرمیشن میخوام بگیرم. حالا از این سوء استفاده نکنینا، باید 750 درهم پول بدم به دولت از طرف ونیو، خب که اون دیجی بتونه در اون ونیو به مدت 1 ماه پرفورم بکن. حالا شما اولین چیزی که خواهش میکنم، شما اولین کاری که میکنین این نباشه که همه ونیو شهر رو برین بار دیگه کافی شاپ شهر رو شارژ بکنین واسه این پول. هنوز اون بک‌گراندی هم که اونا بهش میدن خیلی چیزاست، تبلیغ میکنن بهش، یه سری کردیت میدن، میدونی، یعنی این فقط یه سری پول بگیر تکسشو بده بتونی پلی کنی نیست. خب یه مدیریتی داره این ماجرا، یعنی یارو اومده یه استراکچری براش طراحی کرده، گفته خب ما آرتیست داریم، ما نوازنده داریم، رقاص داریم، نمیدونم سازدهنی میزنه، همه اینا یه استراکچری داره. این استراکچر طراحی شده
و این کار من الان نیست، چون من اصلا قرار نبوده راجع به اصلا این سیستم رو باید حکومت به وجود بیاره. من الان اصلا من میتونم روش فکر کنم. شما اگر کمک لازم داشتین من میتونم کمک بکنم، ولی من هنوز راجبش فکر نکردم. به عنوان مثال دارم میگم من الان فرصت ندارم سرمو بخورم، واقعا فرصتشو ندارم. خب به خاطر اینکه حالا داشتم الانم راجع به امیر میگفتم که من دوست دارم سوشال مدیامو روش کار بکنم، فرصت ندارم. امیر اومده به من میگه آقا تو بیا من اینستاگرامتو میگیرم برات پست میذارم کار میکنم. من فرصت این که فکر کنم به چیزای متفرقه الان ندارم، ولی چیزی که واضحه و تو این چند سال میدونستم این بود که یک حمایتی از طرف دولت و حکومت نیازه برای اینکه هر آرتیستی بتونه پیشرفت بکنه. آفرین. و به غیر از این حمایت هیچ آرتیستی در اون کشور نه میمونه و اگرم بمونه پیشرفت نمیکنه که گیر میکنه دیگه، و اگر هم پیشرفت نکنه دیده نمیشه و آخرم سرخورده میشه، ناراحت میشه. میدونی همه اینا هست دیگه. و حالا چجوری میخوایم جلوشو بگیریم؟ میخوای بگی دیجی نداریم مثلا؟ مشکل اینجاست که در ایران از نوگرایی حمایت نمیکنن. اصلا این ماجرای اینترنت هم همین بود. میگفتن خب این فقط تو ایران نیست. یه مصاحبه بود تو همین لیت نایت شو خب که بیل گیتس فکر میکنم نشسته بود تو مصاحبه. من همه این مثالایی که میزنم میدونم درسته ولی دقیق حافظم یاری نمیکنه. نشسته بود داشت میگفت اینترنت، بعد مجریه داشت مسخرهش میکرد، میگفت یعنی چی اینترنت؟ یعنی ما از طریق اینترنت میتونیم فلان بکنیم؟ بعد میگفت آره میتونیم، بعد میخندید بهش. یعنی همچین چیزی فکر میکنم تو هم دیده باشی، نمیدونم. ولی آره همیشه چیزای نوین اولا که بد نیستن. اولا که دیجیینگ که خودش اولا بیزینسه، دوما انترتینه. دوم انترتین اونی که باید بدونه چقدر مهمه میدونه چقدر مهمه. آره انترتین خیلی مهمه. آره. هنر دستی خیلی مهمه. خیلی مهمه پشت دستگاه کاراکتر داشته باشی. من اینو بارها به تو گفتم که چقدر پشت دستگاه کاراکتر داری. یعنی قشنگ وقتی دیجی میکنی از پشتم تو رو میشه شناخت که این علیه داره پلی میکنه. آره اون انرژی. و واقعا میخوام همین و واقعا دوست دارم که اون دیجیایی هم که الان وای میسن توی حالت سوبری وای میسن پای دستگاه اینجوری پلی میکنن، واقعا دلم میخوادش که برن یه خورده نگاه بکنن. الان ولیوه این که تو نه که حتما مثل خودت هم باید استار باشی، خودت هم باید یه پرفورمر باشی، نه اینکه حتما مثل عروسک این ور اون ور بپری یا الکی نیست. یعنی اصلا بی خودی زور بزنی 500 نفر دارن نگات میکنن مسخرت میکنن. آره. من یه دیجی رو دیده بودم، حالا نمیگم واقعا من دنبال اصلا مسخره کردن نیستم و دوست ندارم، ولی میخوام بگم که وقتی که یک آدم شاید درست در جای غلط وجود داره، چون این دیجی خوبیه، پرفورمر خوبیه این آدم، ولی موقعیتی نداره، چیکار میخواد بکنه؟ مسخرش میکنن. حالا یه سری هم خب تعریف میکنن چقدر انرژی داری به به و اینا، ولی من خودم نگاه میکنم به عنوان یه شخص سوم نگاه میکنم، برای میخوره مسخره است. داره مردم شام سالاد سزار میخوره، یه دیجی اون بالا داره بریک دنس میکنه، موزیک پلی میکنه. خب این جاش اونجا نیست. ولی خب مثلا اون رستوران هم کار دیگه نمیکنه، میگه من هر چیزی براش فرمت ایجاد کنیم، براش فرمت ایجاد کنیم. اونجا ارگانیک هاوس اگه بذاری، دیپ هاوس بذاری، مطمئنم که تأثیر مثبت‌تری، احتمالش هم هست که تأثیر مثبتی توی بیزینسشون داشته باشه. ارگانیک هاوس، دیپ هاوس، یه خورده ژانرش یه خورده کول‌تر بکنی، شاید تأثیر مثبت. حالا شما باید بری یه خورده چورن ریت تو نگاه بکنی ببینی که چقدر میرن چقدر میان با این موزیکا. بعد جوونا چجوری دنبال موزیک بگردن و پلیلیستشون رو قوی تر کنن و شروع کنن به کار حرفه‌ای و چجوری نترسن از پیشرفت کردن و اینکه جلوشون رو بگیرن، چون این کار کلا خلاف عرفه. آره دیگه درسته، کاملا ماجراش این خلاف عرفه، ولی چجوری بگردم؟ من داشتم به این فکر میکردم. خب جوونا اگر میخوان برن دنبال این ماجرای موزیک و اینا بگردن، ما برمیگردیم دوباره به مشکل اولیه. آقا اینترنتمون مشکل داره، ما یارو باید از تلگرام پیدا بکنه، مگه میشه آخه همچین چیزی؟ بعد اون با چه بدبختی داره موزیک پیدا میکنه آخه. خب الان من هر پیشنهادی بخوام بدم اینجا،
هر پیشنهادی بدم همش فیلتر. حالا شما باید فیلتر شکن استفاده بکنی که من نمیدونم، من پیشنهادش میتونم بدم فیلتر شکن استفاده کنم. چرا که نه؟ یعنی میگم آقا فیلتر شکن استفاده کنین. خب ولی خب چرا پس اینو، من منظورم از این حرفا اینه. ما کلا هیچ کدوم از حرفامون رو فیلتر نمی‌کنیم. نه من میگم آقا این چه جوریه اصلا، این چرا هیچ چیش به هیچ چیش نمیخونه؟ آره. یعنی تو فیلتر شکن درست میکنی، تو مغازه فیلتر شکن دارن میفروشن، بعد کسی به کاری نداره. بعد دیجی ها رو توی پارتی ها و این ور اون ور میگیریم، بعد دیجی ها توی رستوران ها دارن. آقا تکلیف کی با چی روشنه؟ من نمیفهمم. تکلیف هیچی با هیچی روشن نیست. یعنی هیچی سر جاش نیست. پس این نقد توئه به حضور موسیقی الکترونیک در ایران امروز؟ آره من میگم مثلا هیچ کار یعنی تو نمیتونی کار حرفه‌ای بکنی با دست و پای بسته بری کار حرفه‌ای بکنی. تو ایران کار حرفه‌ای نمیشه کرد با این وضعیت، تا در صورتی که دولت و حکومت بیاد یه فکر اساسی راجع به این ماجرا بکنه. با اینکه ما بچهای خیلی حرفه‌ای داریم، مثال میتونم بزنم دیگه. آره. دیپ هاوس تهران، بچهای دیپ هاوس تهران واقعا کار میکنن واقعا. یه سری از این دیجی ها حالا دیگه دونه دونه اسم نمیخوام بگم، خب که بعضیشون دوستام، بعضی من میشناسم دیجی هایی که واقعا میتونن های کوالیتی پلی بکنن. آره. تو ایران. ولی مشکل دیگه ای هم که ما داریم اینه که خیلی از این دیجی های های کوالیتی چسبیدن فقط به تکنو. 1000 تا ژانر دیگه هم داریم بابا، 1000 تا ژانر دیگه هم هست. بریم اونا رو هم یاد بگیریم. آره فلکسیبل باشن، یاد بگیرن. هیپ هاپ، آر ام بی، افرو هاوس، نمیدونم رگتون، اینا همه ژانر. خب نظر در مورد دراگ چیه؟ من که خودم نزدم، دور و برم هم دیدم زدن، به من پیشنهادشو دادن، چه توی اروپا چه توی ایران. تو ایران خیلی بیشتره واقعیت. من چیزی که میبینم تو دبی که اصلا نیست، یعنی اصلا هیچی پیدا. ببین نمیشه گفت اصلا، یعنی من ندیدم. مثل اینکه یه سریا هستن و میگیرنشون و میکنن زنده، خیلی تعدادشون محدوده. ولی تو ایران اینجوریه، یعنی همین سر خیابون تای خیابون گرفتی، میدونی زیاد. ولی ماجرای دراگ و الکل وصل کردنش به موسیقی الکترونیک اصلا یک اشتباه خیلی مسخره و اشتباه بزرگیه که همه دارن میکنن. من چجوری الان نمیدونم 10 ساعت سر کارم، خوابم بده، درسته، تغذیه‌مو خوب نگهم دارم، صبح زود پا میشم میرم یه باشگاهی، نمیدونم هر کاری که بتونم و اینکه بدنمو سالم نگه دارم میکنم. من یه شب عرق بخورم فرداش پا شدم دیوونه شدم، اصلا نمیتونم دیگه سر کار برم. کار حرفه‌ای هم یه مثال کوتاه تصور بکن. شما یه دیجی هستی توی تور، الان میخوای بری امشب ژاپن، فردا شب میخوای بری کره. داریم راجع به دیجی حرفه‌ای حرف میزنیم. درسته؟ بله. شما شبش میری پلی میکنی، عرق میخوری تا دسته، فرداش هم باید بری کره. حالا همین مسیر رو با هم نگاه کنیم. اون ستشو ساعت 5 صبح تموم کرده، باید بره بار و بندیلش رو جمع بکنه، بره سوار هواپیما بشه، برسه اونجا چکین بکنه، ساوند چک بکنه تو اون یکی ونیو، خودشو آماده بکنه، شب فرش بره روی استیج. آیا به نظرتون اون میتونه مشروب بخوره؟ آیا اون میتونه دراگ بزنه؟ اصلا دیسیپلینش به هم میخوره. دیسیپلین اصلا تو هر کاری، تو هر حرفه‌ای شما باید دیسیپلینی داشته باشی، نظمی داشته باشی که بتونی به اون اهدافت برسی. و دراگ وجود داره، هر کسی میتونه بزنه اگه دلش میخواد، میتونن مشروب بخورن، اما بانک ممکنه بتونی بزنی اصلا. اما جا داره هر چیزی و این هیچ ربطی به این حرفه ها نداره. نباید میگم عرف چیز بد همینه، اینکه یه فکر بد و جا میندازن بین مردم که آره تکنو دراگ. نه اینجوری نیست، واقعا اینطوری نیست. میتونن بزنن ولی حتمی اینجوری نیست. آقا نه، تو میتونی یکی ازش سر کار میره، نمیتونه بدون یه دونه موادی بره سر کار. خب اون میشه پس همه این کارو میکنن؟ نه همین خب دیگه. اونم همینه دیگه. تعمیم نباید بدیم یه موضوعی رو به جمع. اصلا به هیچ وجه. الان مد شده پارتیای، الان دیجی ها رو خیلی شاید دیجی ها رو دارن هایر میکنن برای کلابای، برای مثلا کافی شاپ های، میگن ارلی بریکفاست. خب مثلا میرن توی کافی شاپ پلی میکنن.
همه دارن کروسان میخورن و کاپوچینو میخورن و پارتی میکنن و میگن و میخندن. موسیقی لذت در لحظه است و ارتباط همگانی انسانی با هم دیگه 100%. و هیچ ربطی به این داستان ها نداره. اون اصلا یه موضوعات اضافه است که میتونه تو هر فضای دیگه‌ای به قول تو وجود داشته باشه. طرف میره دفتر سر کار شاید بخواد این کارو بکنه. آره من یه مصاحبه قبلی شما که با رها بود در مورد این مسائل حسابی صحبت کردین و اون خیلی مصاحبه خوبیه. یعنی برای اینکه این مسائل حتما اونم تماشا کنید. آره اونو حتما بریم ببینید، چون من شاید برسم خیلی هم دارم تون حرف میزنم که فقط بگم یه سری مسائل اینجا گفته شد، یه سری مسائل اونجاست. هر جفت اینا شاید یه راه حلا ساجستشن ها. به هر حال ما به عنوان یه آدمی که 15 ساله تو این کاریم و تو این کلابای خارج بودیم یه تجربه‌ای داریم که حالا داریم میگیم که شاید مردم هم. بچه‌ها اینستاگرام علی رو دوباره براتون میذارم اینجا. هر سوالی که داشتید میتونید ازش بپرسید، در خدمتتون هست. میدونید که چقدر باحال و کول و خاکیه و آدم خفنه، نگاش کنید. و خلاصه باش در ارتباط باشید دیگه، جوابتون رو میده. جوونا ما به فکر اینیم که شما پیشرفت کنید، فقط حرف اینه. و یه حرف نهایی برای کسایی که میبینن تو هر سن و سالی که هستن. اولا که خیلی من خوشحالم که همچین هموطنای خفن هنرمند باحالی دارم، چون واقعا از سر تا ته این مملکت پر از هنره، از بالا تا پایینش، معماری، شعر، موسیقی، همش هنره و واقعا ما این مملکت رو باید بذاریم روی دوتا چشم. این تاریخی که ما داریم بی‌نظیره در هر جای دنیا. واقعا ما یک الماسی هستیم، به والله ما یه الماسی هستیم توی این دنیا. یعنی این کشور یه چیز عجیب غریبیه با همه آدماش، با همه این آدمای قشنگ ترتمیز درست حسابی. واقعا قدر خودتون رو بدونین و یادتون باشه که با همدیگه مهربون باشین. و مادر بزرگ من یه حرفی رو ته فیلم مرهم زد و منم همونو دوباره تکرار میکنم: فقط عشقه که ما رو میتونه نجات بده. بله، عشق دین جمعی است. مرسی از اینکه همراه ما بودید تا قسمت بعدی خلاف عرف.